ساکوش چیزی امیرعلی احساس اومدیم با یه ویدیو خیلی خنده‌دار. جدی میفرمایی؟ بچه‌ها اومدیم با یه ویدیو خنده‌دار، اونم چی؟ اسکل کردن. اسکلسی یه پرنده است. بچه‌ها اومدیم امروز بقیه بچه‌ها رو اسکل کنیم. امروز اومدیم امروز قراریم 3 تا از بچه‌های میشناسم و اینا رو مسخره کنیم. نکشیم اونجا تو پارات نمیدونم، حالا اگه داشته باشن 1-2 تاشون دارن، ولی کلا امروز 3 نفر رو گیر آوردم، میخوام اسکلشون کنم. قراره بهشون زنگ بزنیم کلا اسکلشون کنیم دیگه، ببینیم چیکارا میکنن. اسکلشون قراره بکنیم. خیلی ویدیو خنده‌دار قراره بشه، تا آخر ویدیو با هم باشید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو قبلیمون یوتیوب چنل یوتیوب هم بود که اون حتما برین دنبال کنین، اینستا هم همینطور. و حالا اینا که ایتی برین حتما این ویدیو رو لایک کنین، منو دنبال کنین، زنگوله هم بزنین، کامنت هم بزنین و بدید شما دل برو برید سراغ ویدیو. بچه‌ها امروز 3 تا از بچه‌هامون هستن که قرار ما امروز با این زنگ بزنیم بهشون اسکلشون کنیم. خب اولیش یه بزنیم من بهش زنگ بزنم که اسکلش کنم دیگه. وایسین الان بهش زنگ میزنم. خب یه جایی نوشتم شماره هاشونو که بهشون زنگ بزنم اسکلشون کنم. خب نه وایسین، نه خاموشه. خب بچه شماره رو گرفتم، فکر کنم درستم گرفتم دیگه. درسته دیگه. آره بچه زنگ بزنیم ببینیم چی میشه. بلند شما بشنوید. شماره که مورد نظر اشغال است. لطفاً بعدا تماس بگیرید. The number you have dialed is busy now. Please try again later. اشغال بود. What؟ چه؟ حالا زنگ میزنم بهش هیچ موقع اشغال نیست. هیچ موقع، هر موقع زنگ میزنم بهش اشغال نیست. الان تو ویدیو فقط میخواست ما رو ضایع کنه. هر موقع چون زنگ میزنم بچه اشغال نیست، باور کنید. عجیبه، شهر عجیبیه. شاید بریم بعدی. حالا اینو بعدا دوباره بهش زنگ میزنیم. اشکال نداره، الان بریم بعدی. اوکی بچه بذار بعدی رو بگیرم. 3 نفر دیگه بودن. سه نفر بودن دیگه. الان دوم نفره که حالا اونو بعد این تماس بهش زنگ میزنیم. اون یکیو یه جواب داد که هیچی، هم جواب ندادم که هیچی دیگه. اسکلش کنیم اگه جواب داد. بله. الو. سلام. آره فرهام چیکار میکنی؟ هیچ. فردا میای مدرسه؟ نه نمیدونم. نمیای تو؟ نه. با خانم مسئله چید با باید انجام بدن، یعنی که پرسش نداد اصلا هیچی نداد. 10 نفر پول نمونه بودیم ساجنده به من 2 نفر که بعدی رو سعی کردیم هر نفر که از گفتیش نه آموزی رو نبود. اگه نفر دیگه کنم 10 نفر رو 6 نفر میاد 6 بود یاد اومد اون نفری که فاول داشتن. تو چهارشنبه رفته بودی؟ تمرین ریاضی هر چند درجه شده شنبه رو خودم نمیاد. اگه از دنیا پای سوال میاد هم کنم که پرسش کنم، ولی اگه پرسش نکرد چهارشنبه پای نفر چی نمیشه که پرسش اینا. چهارشنبه چند نفر بودین؟ 10 نفر. باش. بعدش از اون 10 نفر 4 نفر فقط گفتن که گلال دیگه شب نمیاد. منم بود سعید پرهام مهراب اومد که من میخوام میام فوتبال. پرهام بله. چرا الان به من زنگ زدی؟ چی؟ چرا الان به من زنگ زدی؟ زنگ نزدم. تو زنگ زدی دیگه. نه من زنگ نزدم. الان چی میخوای از جون من؟ من بهت زنگ نزدم. بابا تو الان زنگ زدی. بابا الان داشت تلفنمو زنگ خود جواب دادم تو بودی. بابا من بهت زنگ نزدم. دروغ نگو. الان این وقت شب زنگ زدی که اینا رو به من بگی؟ خودت زنگ زدی. من زنگ نزدم. امیرعلی بعضا یه دکتر برو. بابا تو زنگ زدی.
یه دکتر برو. فرهام حالا فردا میای مدرسه؟ حالا این همه راه زنگ زدی فردا میای مدرسه؟ نه گفتی نمیای نه؟ نه. باش پس فردا نمیای مدرسه. آره دیگه نمیدونم. به خانم بگم داری چیکار میکنی خونه؟ خوابیدی؟ میخندی؟ آقا خونه من بزرگمه. واسه چی خود زنگ زدی؟ چی؟ واسه چی خود زنگ زدی؟ من زنگ نزدم. تو زنگ زدی؟ الان قد خوب مورد مینویسه از خال باز می‌نویسه. فرهام یه چیزی بهت بگم؟ میگم ویدیو بود. جدی؟ ویدیو بود ببخشید. آها. اسکلت زنگ زده بودم بکنم. جدی؟ آره 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 خدا. آره دیگه خدا. بچه یعنی ببین یعنی خودم رو نگه داشتم نخندم، از خنده داشتم میترکیدم، خودم خیلی نگه داشتم نخندم. اولیه که اسکل کردیم رفت، بریم سراغ دومی بچه زنگ میزنم به همون اولی زنگ میزنم، ولی خداییش چه اسکل شد بیچاره. و بچه الان شما برنامه کلاس ما دیدی؟ کلا کلاس ما تفریح از بیشتر اوقات می‌بینیم تفریح و اینا خوش میگذره خیلی کلاس ما. اگه کلاس شما مدرسه‌تون اینجوریه مثلا کلاستون اینجوری معلمتون با حال خوش میگذرین تو کلاس همش درس نیست و اینا، حتما تو کامنت منو بنویسین. و اینکه آره این اسکول به این اولی احتاج جواب میده اینم اسکول کنه. شماره مورد نظر اشغال است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. The number you dialed is busy now. Please try again later. بریم سراغ آخری بعد بریم سراغ این. اوکی. بچه با این دوستانم قهرم، احتمالاً تعجب کنی که بهش زنگ زدم. این برنده فکر کنم ناامید بشیم. برنده بابا خدا بس دیگه اسکلمون کردن. بریم همون اولی زنگ بزنیم. بچه ها چون گفته بودم 3 تا، اگه این اولیه که زنگ زدم جواب نداد، نه اگه اون که جواب نداد به جای اون میرم به یکی دیگه زنگ میزنم که احتمالا مامان باباش بردارن. این نه چیز یه نفر دیگه. الان این نه اینم برنامه باید یه جای گزین واسه این پیدا کنیم. نه اگه شماره مورد نظر اشغال است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. بابا اسکلمون کرده. خب بچه من برم یه شماره های دیگه پیدا کنم بهشون زنگ بزنیم اسکلشون کنیم دیگه. بله چیکار داری؟ سلام میگم با یزدان داشتم حرفی زدم. یه دقیقه میشه وقت تو بگیرم؟ نه ولی به گوشیم زنگ نزن. باشه یه دقیقه وایسا باد کار دارم. باشه با هم کار داشته باشون گوش نمیده. میگم حسین بده خونه ای؟ آره دیگه خونه بگو خونه. خونم. خب حسین میگم داری بازی میکنی؟ نه حسین میگم فردا میری مدرسه؟ نه نه نمیرم. چهارشنبه رفتی؟ آره چهارشنبه رفتم هدیه گرفتم. مدرسه رو میگه. باش امیرعلیه. حسین الو
میگم چرا این وقت شب زنگ زدی به من داری اینجور چیزا رو میگی؟ چی؟ نه چرا این وقت شب زنگ زدی به من داری اینجور چیزا رو میگی؟ نمیدونم. الو الو میگم کاری چی داشتی؟ داشتم با یه زن حرف زنه هی تو گوشم زنگ بزن. خود میفهمی من دارم گاچیکم تو تلفن زنگ بزن. خب الان به تلفن زدم میگم چه کار مهمی داشتی به من زنگ زدی الان واسه چی زنگ زدی؟ اون دفعه ببین کارا مهمی نداشتم. اگه الان میگم همین الان چرا زنگ زدی داری اینجور چیزا رو به من میگی؟ الو وایسا الان زایتی کنم. یه زن دست بزن. حسین میخوام لطف بدم. نه حسین نه میگم الان چرا به من زنگ زدی؟ این سوال اصلا نپرس. ده بار خودت هم زنگ میزنی. الان اصلا حسین یه چیز بهت بگم. الو حسین الو قطع کرد اصلا داشت با یکی دیگه حرف میزد حواسش اصلا به من نبود. قطع کرد. چقدر فشاری شد بچه ها دیگه خدا قصد نمیکنه ما به 3 نفر زنگ بزنیم جواب ندادن 3 نفرم دیگه خدا قصد نمیکنه تا یه ویدیو دیگه خدا نگه داره. آخری چقدر فشاری شد خیلی فشاری شد. خب بچه ها حالا ما بعد زنگ میزنیم از دلش در بیاریم الان. بله سلام چی به زنگ زدی؟ مهراد ببین کارت داشتم. بفرمایید. مهراد کجایی؟ نه خونه با بزرگمه. چرا تلفنتو جواب ندادی؟ الو مهراد الو بله بابا دارم میگم چرا تلفنتو جواب ندادی؟ من خواب بودم. خواب بودی الان؟ بله. آها خب مهراد جان تو خجالت نمیکشی؟ بچه میخندین چه کاری بود کردی؟ چیکار؟ تلفنتو جواب ندادی. خب باشه بابا کارتو میگی؟ آره کارم میگم بهت. فردا میای مدرسه؟ نمیدونم. نمیدون آره میخوای بگیر بخوابی؟ نه بابا من خونه با بزرگم نمیام. به خانم بگم رفته خونه با بزرگشون یکی هم رفته خونه ما بزرگش دارن خوابیدن اینا. قطع کرد. قطع کرد. یاری بذار بهش زنگ بزنم شاید این دفعه جواب بده. این بود. بذار این دفعه بهش زنگ بزنم بهش بگم ویدیو بود. ریاکشنش چیه؟ الو مهراد ببخشید. نه میگم چرا قطع شد؟ نمیدونم. میگم فردا نمیای مدرسه؟ نه. خب حالا فردا نمیای من بخوام تقیزاده بگم اینم رفته خونه ماموزگیش اون یکی هم رفته خونه ماموزگیش خوابیدن اونجا این خرس. چرا میخندی؟ خب نه من مثل خرس نمیخوام. من فردا کار دارم جایی به خاطر میخونه با بزرگم. خب الان میگی خواب بودم. الان خواب بودم. الان دارم تلویزیون میبینم. خب 12 شب پیشالم میخوام. حالا نمیخواد برنامه روزانه رو به من بگی حالا اینا رو ولش کن. مهراد جان یا واسه چی الان به من زنگ زدی؟ ها؟ بابا تو به من زنگ زدی. تو به من زنگ زدی. تو به من زنگ زدی.
چرا دروغ میگی؟ تو داری من زنگ زدی. تو 4 دقیقه پیش به من زنگ زدی. بابا همین الان تو به من زنگ زدی. داره میگه نمیدونم خواب بودم. خب تو زنگ زدی که من زنگ زدم دیگه، من اسکل بودم. نه میگم تو اصلا همین الان زنگ زدی. تو تماس قبلی هم تو زنگ زدی، گفتی من خواب بودم، تلفن جمع گفتی من خواب بودم و بلند شدم. همین الان چند دقیقه پیش داشتیم تو صحبت میکردیم، چند ثانیه پیش قطع شد. اون موقع تو زنگ زدی که الان هم تو زنگ زدی. واسه چی زنگ میزنی وقت شب؟ الو امیرعلی بی چی؟ فوش نده ها. مگه من فوشدم؟ بی میتونه بی کیک باشه اینا رو ولش کن. واسه چی زنگ زدی؟ مزاحم نشو. من مگه زنگ زدم؟ آره. باشه کاری نداری؟ چرا کارت داره؟ یه دقیقه وایسا. مهراد بگو سلام. خب بگو خوش اومدین. خوش اومدین. بگو لایک و دنبال فراموش نشه. لایک و دنبال فراموش نشه. ویدیو بود داشتم اسکلت میکردم. اسکل خودتی. آره دیگه داشتم اسکلت میکردم. اسکای ویدیو رو بذاری. فضولی به تو چه هستن؟ حالا دیگه به زنگ زدن پرو نشو. نداری؟ نه خدافظ. ای فوتبال نمیای؟ نه میگم وسط ویدیو هم بیام با تو ای فوتبال بازی کنم. آره. با تو بینم. ویدیو تو به پایان برسم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کانال منم دنبال کنی. کانالت چیه تو رو؟ کانال تو اصلا من تو رو زنگ زدم اسکل کن. تو سوژه این ویدیویی. آقا مهراد برو یوتیوب چنلم رو ساب کن. این ویدیو زیر لینک ببین یه دونه ویدیو گذاشتم. خب نوشتم چنل یوتیوب زدم. حالا نمیدونم راجع به چنل یوتیوب و ایناست. الان قراره بذارم. ببین برو چنل یوتیوب هم ساب کن. باشه این استام هم همینطور باشه. این ویدیو رو کجا میذاری؟ تو آپارات دیگه. باشه دید. خداحافظ. وسط ویدیو به من میگه بیا بازی کنیم. بچه‌ها مرسی بابت این ویدیو. چی گفت؟ ها؟ چی گفتم؟ هیچ ولش کن. ببخشید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین تا آخر. خیلی ویدیو باحالی شد. اونجا اومدم خدافظی کنم. خدافظی کردم تلفنمو زنگ خورد. بعد چه‌تا دیدم مهراده. دوره رکورد کردم که واسهتون بگیرم. این ریاکشن اون آخریه این ریاکشن اون یکی بود که زنگ زدم جواب نداد. آخرین نفری که زنگ زدم جواب نداد این اون بود. زنگ زدم جواب نداد. الان زنگ زد خودش. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. لایک دنبال زنگوله فراموش نشه. حتما یه کامنت هم واسم بذارید. بای بای. چرا اینا سری تا یه ویدیوی دیگه. بای بای.